در زمانهای پیش مردم ما چیزی رو که نمیدیدند میگفتند که این جین است یا اینکه اجینه. اما سلام دوستان، با شما از کانال ازم بلاگ و من امروز برای شما یک چند رولیکای دهشت‌آوری اومده ساختم که بعد از تماشا کردن در حیرت میافتید. اما پیش از سر کردن این رولیک دوستان با کانال ما ابونه میشیم، یک لایک دیگر ما باشد سر میکنیم. این رولик رو دوستان از یک کامرای خانه در سایدون شتات امریکا گرفتند. صاحب این رولик خودش میگوید که در خانه من هر شب چیزهای غیر عادی رخ میدهد، با مثل این شب. Show yourself, don't be a coward. چخیلی که ما در اینجا ایستادیم دوستان، در این خانه چیزهای غیر عادی رخ میدهد. در اول این مرد خیال میکند که تنها در نظرش تافته ایستاده است و خلاص، اما خودش میگوید که یک چند وقتهای اخیر این چیزها بسیارتر تکرار شده ایستاده است و بسیاری از آدم‌ها با اون مسئولیت میدهند که تو این خانه خود رو هر چیز زودتر میتوانی ترک کنی، برای اون که تو در اینجا در بخطری نیستی. چخیلی که مدعی شدیم دوستان، این ویدیو رو یک چند جوان در یک جای کهنه به نور گرفتند. در اول آنها یگان چیزی غیر عادی رو در اینجا مشاهده نکردند و بعدا در کامرای آنها یک چیز با مثل آدم لیک رنگ سایه آدم بود میتابد و باز ناپدید میشود. Meu Deus do céu, Sandro. Caiu uma telha lá, mano. Você viu o barulho, mano? Uma telha lá no fundo, cara. Caiu uma telha no fundo, cara. Você escutou? Escutei, mano. Você é louco? Tô bem, cara. Oh! Escutou? Passa, mano. Passo, velho. Oh, oh. Nossa, tá andando, mano. Tá andando, mano. Você tá escutando? Tô, cara. Tem alguma coisa aqui, cara. Ai, ai, cara! Meu Deus do céu! Ai, ai, cara! بعد از اونه که این جوانها این چیزی غیر عادی رو دیدند، از ترس خیلی هم زیاد همه چیز و چوره خودشون رو جمع کرده از اینجا گریختند. اما بسیار از آدم‌ها در کامنت‌های همین رولیک میگویند که در اینجا در حقیقت جن‌ها زندگی میکنند و این پسرها خوب کردند که از اینجا گریختند وگرنه میتوانست با آنها ضرر رساند. این ویدیو رو باشد دوستان یک دختر با یک پسر در یک سرکف به نور گرفتند. آنها خودشون میگویند که در اول در کامرای ما یگان چیزی غیر عادی نتافت. وقتی که آنها به نزد این دری کهنه میآیند، ببینید که از طرف راستی آنها یک چیز خیلی عجیب خودش رو یک نشان میدهد و باز ناپدید میشود.
This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christian priests. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christian. худи ин духтар мегӯяд ки дар аввал ман дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддиро надидам, аммо вақте ки ӯ ролигро аз сар тамошо мекунад, мегӯяд ки дар ҳақиқат ман дар ин ҷо ҷини ҳақиқиро ба навор гирифтам. ва бо ҳамин видеоролики музеи мо ба анҷом расид дӯстон, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.